حواشی بین سارن و سحر و دنیا دادرسان بعد 1 سال چرا دوباره باز شده؟ سحر قرار بعد از این همه تنش به چی برسه؟ دنیا قرار بعد این همه فحاشی چی کار کنه؟ دنیا از خواننده‌های خارجی کپی برداری میکنه؟ سلام بچه‌ها، به 207 نیوز خوش اومدین، جایی که به همه جزئیات دقت میشه. پس همه ویدیوهای ما رو نگاه کنین. خب بچه‌ها، همینطور که میدونین تقریبا 1 سال پیش دنیا دادرسان از طرف سارن و سحر مورد حمله قرار گرفت. سارن و سحر توی حرفاشون میگفتن که دنیا دادرسان برای رسیدن به اهدافش توی دنیای موسیقی با مدیران رادیو جوان توی رابطه است. بعد از حرفای این دو خواننده، تعداد دیگه از آرتیست‌های زن و مرد در مورد رادیو جوان حرف زدن و گفتن مدیران رادیو جوان از آرتیست‌های زن سوء استفاده میکنن. این بحث‌ها تا جای ادامه پیدا کرد که دنیا توی اینستاگرامش به سحر یه وایس داده و توی این وایس گفته دارید به مردم در مورد من میگی؟ میشه من بدونم اینکه شما چند تا آهنگ آخری که دادین بیرون نگرفته پروموت نشده به من ربط داره سحر جون؟ شما به جای این کارا بریم بشینید رو آهنگاتون کار بکنید، آهنگاتون بگیره، بلکه دست از سر من بردارید. من به هیچ عنوان هیچ وقت یادم نمیاد حتی بعد از این همه بی‌احترامی و بدیایی که شما من کردی یک بار من به شما بی‌احترامی کرده باشم. شما واقعا به چه دلیل به چه حق نمیاد و بعد سحر یه لایو توی صفحه اینستاگرامش میذاره و جواب این وایس ها رو میده. وایس ها تموم شد. در مورد این لحن صحبت کردن رو میبینید دیگه، درسته؟ خانم آف کورس حتی بلد نیست با یک آدمی که بزرگتر از خودشه پیشکسوتشه صحبت بکنه. میگه سبزی پاک کردی. سبزی پاک کردن کار بدی نیست. نشونه اینه که یک خانم میتونه کدبانو هم باشه در کنار هنرهای دیگه که داره. همه خانم‌های ایرانی هم این کارو میکنن. و گفتید که آهنگ‌هایی که من میخونم نمیگیره. من حاضرم آهنگ‌هامو فقط 3000 نفر بشنون، ولی در مورد شیر و پلنگ و چیپس و پفک و ماست و خیار نخونم. اما دنیا بعد از گذشت 1 سال سکوتش رو میشکنه و یک پست توی اینستاگرامش منتشر میکنه و داخل اون پست هم در مورد حواشی پشت سرش و هم در مورد آلبوم جدیدش توضیحاتی میده و آلبوم جدیدش رو اینطوری توصیف میکنه که اگه یکی این 4 تا مورد واسه توش اومده حتما آلبوم جدید گوش بده. یه سری آدم تاکسیک تو زندگیت بودن که دیگه نیستن. من در سن شما 24-5 سالگی تمام دنیام این بود که این کفشو با کدوم لباس ست کنم. دنیا این بود که آشا نخورده و دهن سوخته. اون در مورد ترک اول آلبومش به اسم مانستر توضیح میده و میگه این ترک فقط اتفاقی که توی این 2 سال برام افتاده رو توضیح میده که نشون میده منظور از آهنگ بیشتر به سارن و سحر بوده. دیگه بس از رام این تارونی که از من ساخت اینطور که پیداست دنیا مثل خواننده آمریکایی تیلور سویفت بعد از گذشت 1 سال با آلبوم جدیدش جواب حواشی پشت سرش رو داده که میشه گفت یه جورایی داره از خواننده‌های خارجی تقلید میکنه. حالا شما بگین قرار آخر این حواشی چی بشه؟ سحر به خاطر گرفتن فالوور و دیده شدن بیشتر این حواشی رو درست کرده؟ جواب سحر بعد از دادن این آلبوم و صحبت‌های دنیا دادرسان چیه؟ قرار سارن و سحر دوباره حواشی درست بکنن؟ در آخر ممنون که ویدیوهای ما رو نگاه کردین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله پایین این پست رو یادتون نره فعال کنین تا از پست‌های جدید ما با خبر بشید.